اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم الغفور الرحیم السلام علی بهترین مخلوقات اولیاء و رسول خدا و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت بهترین آدم علیه السلام حضرت جبرائیل امین آمر خطاب و رسول خدا و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. زندگی خودم از اون روزی که من خداوند تعالی کشف کرده تا به این روزه در کسی زندگی میش نبودیم که نان از کجا میشه، هوا از کجا میشه، کلش از روز اول من خوش میدیم که پروردگار میفرماید که بعد از رحم مادر که کسی که تولد میسازم عمرش، روزیش و قدمش از اونجا تعیین میسازم، نه با جگرخونی میشه نه با مستی میشه. اون چیزی که خدا به من تعیین کرده خود به خود میرسه، نه جگرخونی میکنم. اگر جگرخونی کنم شکم ماهو میشه که چی کنم. مادر یاد مادر میاد که خاک شده. ما بودیم دو برادر، یک پدر، دیگه خوار و دیگه چه فی سبیل الله بودیم دو نفر. یک پدر داشتیم. پدر ما تا به وقت زمانی بود که بسیار تکلیف را ما کشید خیلی زیاد، چون ما در وقت زمان محکمی خواندیم. برادر ما تا 12 خلاص کرد با فاکولته خواند. ما نظر به شرایط از اینکه در خانه سرپرستی بود و کسی نبود، در یک جای دیگه کچه شروع شد مکتب خواند که وقت زمانی. وقت زمانی در دنیا 10 سال سروی که بودی یا واسطه بود. یه چیزی که نداشتی، هیچ هستی ولی که حتی شما دارست بپره. خبرکنی چی وقت شروع کردی؟ خبرکنی یعنی 25 سال میشه. 25 سال. چطور شروع کردی؟ شروع تو بود که با اینجا آمده به صفت مهاجر گفته دیگه. اینجا چیزا بود. مهاجر خدا مغفرت کنه از خبرکنی سابقه که بود که نزیا. مثلا برای قبل از او با چیزی میبردیم که این او آوردیم برای به سقاو گفته. که سقاو است برای ما آوردیم برای در بوشگاه در سطل مثلا میبردیم مثلا رو یک پایل 20 روپیه 30 روپیه تا وقت زمانی که مثل که یک آدم از روپیه شروع میکنه تا 12 پاس میشه. بالاخره وقت زمان شد که کندن رو بیا خاک پارتو بیا خاک پارتو و میمطلب رسیدیم. باید بالاخره خداوند تعالی مغفرت کنه. کل مسلمان اسلام و مردم شرق در وقت زمان که زنده بود ضعیف بود بعد این بچه ها میاد خودم که بیادر ما ابی آدم اعتمادی است به مردم روی انسانی داره، شرافت داره بسیار از بعد فوت ما ابی آدم سودا تقسیمه. ابی آدم باید کار پیش بکنه، خدمت مردم بکنه. بعد از اون تا به این روز بیادر هستیم. الان ما خودم از کار مختصر در کار بیرو 4 نفر داریم و دوالای ما هست. اونموش که با بسیار عزت و بسیار آبرومندانه خدمت برادر مسلمان خود میکنه. این نوع که خبرکنی شروع کردین چه قسم مثلا تاثیر سر شما داشت؟ که من خود بودم در یک جای یک کسی کشته بود. یک کشته بود نمیدونم سرک مردی از راول همین خود از یک دیدم باور که یک هفته مکمل من هیچ خواب نمیبرد از ترس اینو میشم خود پولم که داست که حال کنم بودم خواه خدا هیچ چون بشه حالا وقت زمان که شد 20 متر که مردم 2 متر ما بگفتم مرده آمد
خود ببین که آرکش بغل بید و شما وادی شده دیگه قصاب بوده قصاب برگرد شطور گوبه شکست برای من اگه طفلم باشه میگه نقصان نیست اگه ایستالا باشه میگه جور هست مثلا اینه که شهادت شدیم نمیترسم شو باشه روز باشه میخواب دارم دقیقه یعنی فکر کل مورده ما بیشتر از خبر نمیتونم یک خبر چند میکنه خبر کندن سه این پیستره نداره یک آدم از پیستره است من دارم یک آدم از ندارد باور که ما کسی دیدم که روز ما جنازه تفر کردم آمد خطیفه را کردم مردم گشت که چیز کمک کنید نداره کمک خیستم ملکه رو کاکا و مجید چه میکنی؟ این پیسی شما ندارید چون گفت کاکا سنگم برازه خدا دادیمید خبر کردی توریه چی غرض پول فرنگ کتن مختار بینا دعا کنیم خیمه دیمون شما خدا ببینش که ما از آن والدین از آن پدرهای خود بسیار ازیاد خواهش میکنم بسیار ازیاد خواهش میکنم که اولاد تنبالی از خدا اونو مسجد اونو مکتب پشت الوان ندوان پشت اسخات مرده روان نکو من این خبر کردم نامم از خبر کردم و ما اولاد من گفت اونو مسجد اونو مکتب اونو درس تعلیم تو سبا جوان ایدی افغانستان هستی این خاک با تو ضرورت داره که میبرسه که مرده مردم ازیاد چی تفاوت از چی که بیان از مجد دیدگاه جا لنگاتی استوی استر کشید ما ملایم هم هستن و خالید خواهد شما بخاطر دو سر با تو ایستت فروخت ایزت فروخت صحیح خیلی فرض است ادیه کنه کسی کن مگر ما اینو میگم که بله از خدا اولاده تره پوش اسخات و پوش الوار روان نکنید بله میگم درس بخوانید اسم احمد فهیم است متولی زیارت پنجه شاستم معاون شورای زونیدای نایه 8 شهدای صالحین از وقت خلافت خلیفه سوم اسلام و خلافت حضرت علی کرم الله وجهه این شهدای صالحین امی نام نشانش در بین تاریخ اسلام هویدا شده که پیش از با وجود آمدن اسلام در افغانستان حکومت بودایا و بودایزم در افغانستان حکم روا بودن و افغانها و این مردم سرزمین رو به اسلام ناورده بودن و در وقت خلافت خلیفه سوم و در وقت خلافت حضرت علی علیه السلام مردم افغانستان رو به اسلام آوردن که نمونه از زیارت تمیم انصاری و جبیر انصاری از جمله قهرمانان و سپهسالاران جنگ هستند که اسلام رو در افغانستان آوردند. شهدای صالحین 18 زیارت هستند. پایینتر از زیارت تمیم صاحب انصاری زیارت میر صاحب قصاب کوچه است که پیر طریقت هستند. بالای زیارت تمیم انصاری جای نظرگاه حضرت خضر پیغمبر است که در وقت امپراتوری سلطان محمود غزنوی وقتی که سلطان محمود غزنوی لشکرکشی میکرد به قصد هند و یک شب را در زیارت دمی جای قدمجای حضرت خضر پیغمبر سپری نموده. در خوابش حضرت خضر پیغمبر آمده که اینجا نظرگاه حضرت خود خضر پیغمبر می باشه و سلطان محمود غزنوی زیارت مبارک را ترمیم نموده و با پایینتر از او زیارت سیوغور پادشاه است که سیوغور پادشاه با سیوغور پادشاه مشهور است و اصلا به نام سیولوغ می باشد که اونا از خانواده اولوغ بیگ از پادشاهای مغول هستند که در وقت امپراتوری مغول که سرزمین هند و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه را مغول ها پادشاهی میکردند و این قبل داخل زیارت سیوغور پادشاه 7 امیر مغول دفن است و زیارت بالاتر از زیارت سیوغور پادشاه زیارت به نام سلطان شیرسرخ پادشاه که لوسنگ ازی با خطاطی کوفی قلف نوشته شده که او را ما با بسیار مشکل خواندیم که نوشته است که اینجا جنت مکان خواجه تیمورشاه بایقلا و زمان وفات سنه 507 و اینا هم امیرای مغول می باشند.
جمله هنرمندایی که مثلا دفن است، نامدار و نشاندار هستند، مرحوم احمد ظاهر است و استاد بابای موسیقی استاد سراهنگ است و پایینتر از او استاد رحیمبخش قبرش است و استاد قاسمجو که از جمله موسیقیدانا و غزلخوانای نامور افغانستان بوده که میشه دفن است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال. اینجا محمد اکرم وکیل گذر قلعه خان از سال 1352 ما وکیلش هستم. قبلا پدری ما بوده. ما مدت 60 سال است که زندگی میکنیم. این شوی فعالی این است که از تمام شهر کابل همیشه ادیراش است، از کل جای شهر کابل مثلا هم جای است همیشه هر روز 4 تا 5 تا 3 تا ادمی جنازه جمعه هیچ کار داره. هر کس کسای ادمی شخصی داره، کسای اولوسی مثلا قومی داره. اینجا خانه‌ای که میبینین این خانه‌ای هیچ نبوده. تنها یک موضوع بخشی شهید بوده، این قلا بوده، یک قلعه قلعه خان بوده، یک قلعه قبر میانا بوده، چه قبر میان. دیگه هیچ خانه وجود نداشت، هیچ چیز نداشت. دو خانه زندگی میکنن، یا آب کار داره، برق کار داره، مکتب کار داره، کلینیک کار داره، در تمام چی مشکل کار دارن. حقیقت به ما هیچ کس داد نمیشه. و چندین بار این مردم والی رفتن عریضه کردن به نایب، بر شوروالی، برای ارگان‌های دیگه جای چیزا هیچ کدوم مشکلی بر ما به داد نمیشه. از کجا این از بالا از باغچه میبرن، از پنجشام میبرن، از بالا آب میبرن دیگه آب سیشون از اونجاست. دیگه این آب سی همین شور هم است و خراب است. هیچ کس آب درست استفاده نمیکنن. اولادای خود میان اونجا غسل میکنن، همش سالدار نمیبره. خودش پشه میشینه و مشکلات زیاد داره میشه عدس آبش. یا همین چمن اساسی درست کنن، آب صحیح داشته باشه یا خشک کنن که مشکل میشه. دیگه سرک صحیح نداریم، همیشه چیز میکنن. این سرک حال جور کردن مردم و پول شخصی خود جور کردن. میکنن از اون بر تکلیف هستیم. صحیح خبر نمیکنن، صحیح چیز نمیکنن، فقط میکنن که قصر شخص سنگ صبح سگ میکشه و سگا رو میخوره. باز مردم به تکلیف هست عدس حال سگای ولگت زیاد شده که اشتکار خورده، چنین نفر خوردن. اگر شکایت کردیم به نایب گفتیم، نایب برای وزارت صحت عامه گفته، برای تصویب گفته خوب ما میکنیم. چون دوا پیش وزارت صحت عامه است و با کارش از وزارت صحت عامه چی میکنه؟ درست سبزی میکنه و او دوا نمیته به خوب میاییم، هیچ کس نمیه. یک سگای دیوانه زیاد شده که کل اشتکار خوردن و کل مردم اشتکای مردم. قبلا رو که میکنن این مردم نامت شخصی مردم میگیره یا کدام ارگان است؟ نه این قبرستانی که مردم است یا خودی دارن، قبرکن دارن یا سعیسن. و قبرکایی که میکنن و دیگه اصلا شوالی میاین و خودشان میکنن و خودشان میرن. دیگه اون نمیفهم که چه رقم میکنن، یک جربی کردن سر سنگ میمونن میره پیش کار خود. و این بزرگوار اینجا افسیدن و که از تمام شهر کابل جمعه بر زیارتگاه خود بر دعا و تکبیر میان. مگه هیچ کدام چیز توجه اینجا ندارن، کس ندارن.